شیراز محله شیشه‌گری. ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس آمده تا به انتظار بیش از 40 ساله یک مادر پایان دهد. شهید حمید رضایی سال 62 در حالی که فقط 20 سال سن داشت از این خانه عازم جبهه شد. همینجا خداحافظی کرد و رفت. هر کاری هم کردم برم دنبالش نگذاشت. از آن روز 41 سال گذشت. پدر چشم انتظار پسر بود، اما عمرش به دنیا باقی نبود. پدرم تا لحظه آخر منتظر بود، چشش به در بود، میگفت میادش. خانه‌ای که زمانی نوساز بود قدیمی شد، ولی مادر حاضر نشد خانه را بفروشد و از این محله برود. خونه را عوض نکردی؟ نه. چرا؟ میگم شاید بیاد. خواهر و برادر هم راضی نشدند از این محله به جای دیگری بروند. از این خونه رفت. ما بریم جای دیگه کجا پیدامون کنه؟ نکنه پیدامون نکنه بیاد این خونه خالی باشه ما توش نباشیم. 41 سال نه اثری بود و نه حتی یک قبر. فقط یک عکس بود که دل خانواده را تسکین میداد. عکسی از داداش پیش پدر گذاشتیم، هر وقت دلمون میگرفت که میخواستیم درد دل کنیم با داداش میرفتیم سر قبر بابا. بالاخره انتظار به پایان آمد. هرچند دیگر مادر پیر و فرتود شده، موهای برادر سفید و خواهر غم دیده، اما خبر برگشتن حمید را به مادر دادند. این شهید بزرگوار شما پیکر متحرش پیدا شده الحمدلله رب العالمین و الان در معراج شهدای تهرانه. انشالله میاریمش حاج خانوم و همینجا مراسم با شکوهی براش میگیریم. چقدر صبوری مادر. 40 ساله. الهی نصیب هیچ بنی بشر نشد. پیکر مطهر شهید حمید رضایی قرار است از تهران به شیراز انتقال داده شود و در مراسمی با شکوه تشییع و به خاک سپرده شود.